درود عزیزای دلم، خوش برگشتید به چنل خودتون. شما چشماتون رو ببندید، این فال مختص شما هست، نیت کنید و فقط گوش کنید و حتما عدد پرقدرت 777 رو برام کامنت کنید. انرژی خانی های ما هم مختص کسایی هست که با ما همسو و هم فرکانس میشن و من انرژی هاشون رو دریافت میکنم. میریم سراغ متولدین ماهای مختلف با فال انگشتی که خیلی درخواست دارید همیشه و 3 کارت تروت برای هر ماه. ببینیم که چه چیزی در انتظار شما هست. نیت کنید و میریم سراغ ماه اول، ماه فروردین، ماه آفرینش، عنصر آتش. ماهیه که اگه هر چیزی بهش بدی اون رو چند برابر میکنه، حتی اگه 1000 تومن بهش بدی اون رو تبدیل به 1,000,000 میکنه و اگه دونه ای بهش بدی اون دونه سبز میشه. میتونم بگم که فوق العاده آدم های مهربونی هستن فروردین ماهیا. میریم سراغ فال انگشتی و بعد 3 کارت از تروت. بسم الله الرحمن الرحیم. نیت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. فروردین ماهی عزیزم، ببینید من میبینم که زندگی شما فروردین ماهیا پر از جزئیات هست که بهش توجه نمی کنی. یه سری میبینم که یه راه باریکی انگار که از یک دل تاریکی، یعنی روزات سخت شده، بهت فشار وارد شده اما برات روشنی افتاده. یه بنبستی تو اوضاع مالیت، کاریت یا حالا احساسیت هست، داره کم کم باز میشه. یک نفری اطرافت هست که بهت حسادت میکنه و قصد داره که قدمهات رو سنگین کنه. خانمی 30 الی 35 ساله میتونم بگم هست و اینکه گاهی اوقات میبینم یه چیزی ذهنت رو مشغول کرده، موقتیه، مثل جدایی از خانواده یا حالا پارتنر میتونه باشه، برات آشتی افتاده، منتظر خبر غیر منتظره باش که زندگیت ممکنه متحول بشه. یه چیز کوچیکی اعصابت رو به هم ریخته، حالا به خاطر حجم فشارهایی که اخیراً بهت وارد شده لطف کن یکم به خودت استراحت بده تا بتونی به حالت اولیه برگردی. هشدار دارم برای سلامتیت، مواظب سلامتیت باش. میریم سراغ این که 3 تا کارت بکشیم برای فروردینی های عزیزم، ببینیم که کارت ها میخواد چی به ما بگه. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، دیدار عاشقانه دارید. دقیقاً دیدید، دونه بدید بهتون سبز میکنه، تحویل میده. آفرینش. بچه ها ببینید مسیری که قدم گذاشتی پر از تردید هست، پر از دودلی هست. حالا میتونه خواستگار باشه، میتونه کسی باشه که قراره باهاش شروع داشته باشی. من برات میبینم این تردید دودلی، حالا میگم یا میتونه برای خواستگار باشه یا قرار جایی بری برای کاری، قدم قراره برای خودت برداری. شک نکن انرژی های تازه و قشنگ تا 2 وعده دیگه تو زندگیت میاد. یکی هست که دور و برت هست، میخواد امتحانت کنه، میخواد ببینه که تو همون دونه بارور هستی براش تو زندگی و تو از پس این امتحان برمیای. سعی نکن خودتو بخوای به کسی ثابت کنی. و اینکه یک آقا با حروف م داره بهت میرسه، پیشنهادش ازدواج هست و ممکن هستش که یکم اوایل رابطه پریشون حال بشی اما در نهایت برات آرامش افتاده و تو باید این مسیر رشد رو طی می‌کردی تا به اون آرامش برسی. اگه چیزی تو رو ناراحت میکنه حتما حکمتی درش هست، ولی شروع قشنگ، سختی های راه، ببین تو رابطت خیلی سختی هست، انگار که مثل یه دونه میخوای سر از خاک در بیاری، اینقدر سختی برات افتاده اما در نهایت به اون آرامشی که میخوای میرسی. میریم سراغ ماه قشنگ بعدیمون، ماه اردیبهشت، ماه ثروت، ماه فراوونی. ببینیم که اردیبهشت ماهیای عزیزم چه چیزی در انتظارشون هست. عنصر خاک، عنصر خاکی های عزیزم، نیت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عنصر خاکی های عزیزم. بچه ها ببینید
توی در بسته‌ای هستی، انگار توی محفظه بسته‌ای هستی، اما این در بسته زندگی داره باز میشه، به سمت بیرون داری قدم برمیداری. برات میبینم که دنبال کلید هستی. دنبال کلید نباش، چون که هم قفل و کلید دست خودت باید خودت رو از این دایره امنی که داری نجات بدی. یک شخصی از گذشته دلت رو شکسته، بهت غم وارد کرده به زندگیت و اما ازش خبری میشه، یک پیغامی برات میاد و دوست داره که رابطه پایدار رو باهات دوباره شروع کنه. ممکنه که ازش مجدد ضربه بخوری، حواست رو خیلی جمع کن. و در زمینه مالی اگه بخوام بگم، ببینید بچه یه حالت درختی برای من افتاده. در زمینه مالی اگه بخوام بگم، تو آدمی هستی که همیشه دست و بالت باز هست، حتی اگه صفر هم بشی باز یه پولی بهت میرسه، تعادل افتاده، چون که نماد ثروت هستی. دخالت دیگران رو میبینم تو رابطت. ممکن هست که نیروی رقیب هم باشه که داره به رابطت نزدیک میشه اما برکنار میشه. مراقب حرف و قضاوت های دیگران باش. از بیرون خیلی خیلی حواسشون در واقع به زندگیت هست. کیس احساسیت فوق العاده آدم جهانبینیه. مشکل رابطت هم همینه که آدم های بیرون راحت میتونن تو رابطت دخالت کنن. تولد فرزند افتاده دوقلو و شروع یا حالا خرید کار یا رابطه افتاده تا حادثه وعده دیگه. من برات میبینم که یک دری به روت باز میشه. اردیبهشت ماهیای عزیزم، بریم سراغ کارت های تراس ببینیم که برای اردیبهشتی های عزیزم چه چیزی تراس رو میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. نیت کنید. بله، ببینید بچه ها، میخوای که یه حسی یا حالا یه چیزی ناراحتت میکنه، یا حالا فرزنده یا مال، نمیدونم، یه چیزی ازت گرفته شده. بچه ها ببینید اینجوری بخوام بگم، یه چیزی داره از شما دور میشه، یه چیزی داره از شما گرفته میشه. حالا میتونه حس باشه، میتونه فرزند باشه، میتونه مال باشه، اما مجدد به یک شکل تازه تری بهت برمیگرده. حالا میتونه جابجایی باشه، شغل جدید باشه. یه نفری رو از دست میدی و خیلی ذهنت درگیرشه، یعنی که یه چیزی تو گذشته از دست دادی، عزیزی رو که تو حالت تمرکزت رو گرفته. آدم مستقلی هستی، آدمی هستی که خودت عرابه زندگیت رو میرونی و حسادت چشم زخم برات هست. دیگه چیزی بخوام بگم، آدم مودی نباش، برای خودت وقت بذار و اجازه بده که آدم ها درون قشنگ تو رو ببینن. مدام داری فرار میکنی از آدم ها، مدام گوشه‌گیری داری، نمیذاری آدم ها فکر و قلبت رو بخونن، چون که آدم مهربونی هستی. اجازه بده آدم ها تو رو بیشتر بشناسن، به قلب تو راه پیدا کنن. میگم تو آدم پر از روزی، پر از حس خوب. اجازه بده که آدم ها بهت نزدیک بشن. دسته رو یه بور کوچیک بزنیم، بریم سراغ ماه قشنگ بعدیمون، ماه خرداد. خردادی های عزیزم، نماد کنجکاوی براتون هست. آدم هایی هستید که بسیار کنجکاو هستید، بسیار دوست دارید که راجع به آدم ها بدونید، راجع به علم بدونید، راجع به رابطه ها بدونید. کلا دوست دارید که علمتون رو بالا ببرید، ولی گاهی این کنجکاوی ممکن است که کار دستتون بده. میریم سراغ خرداد ماهیای عزیزم. بسم الله الرحمن الرحیم. خرداد ماهیای عزیزم، من برای شما میبینم یه عروس دریایی. دلت یک سفر میخواد، یک جابجایی میخواد، انگار که قراره یه حرکتی کنی، یه تغییری اتفاق بیفته تو زندگیت و شاید هم حالا یه کاری یا شغلی قراره تموم بشه و یه شغل جدید شروع بشه. خیر هست برات، یک نفری که میخواد به رابطه تو نزدیک بشه یا یه جورایی دو دل هستی. اوکی،
که باش طرح رفاقت بریزی یا نه. در واقع میخوام بگم که یک رابطه ای رو قرار شروع کنی، یک نفر سومی هم داره دخالت میکنه. یکم فاصله بگیر از این رابطه، یا براش توضیح نده که قراره وارد چه رابطه با چه شخصی بشی. یه شخصی قراره بهت نزدیک بشه تو آینده و یه قولهایی بهت میده. ممکنه که این قولها رو عملی نکنه، یعنی که یک رفتاری کنه که بیشتر به نفع خودش باشه. حالا میتونه کیس احساسی باشه یا حالا یک دوستی باشه، اما کیس احساسی پررنگ‌تر هست. یه آرزویی تو دلت هست، تا امسال، تا نهایت آخر امسال این آرزو عملی میشه. حتما یک ساز یاد بگیر و اینکه یک سریاتون رو میبینم یه کاری دارید میکنید، حالا یا هنری هست، یه چیزی که به دریا، به ماهی، به میگو ربط داره. حالا یا شغلتون میتونه باشه یا یک کاری دارید میکنید، آکواریوم، یه همچین شغلی هم دارید براتون خوب افتاده، یعنی که خیر و برکت میاره اون شغل تو زندگیتون. بریم ببینیم کارت ها به ما چی میگن. عنصر هوایی های عزیزم، 2 کارت برگشت. کارت ها دارن فرار میکنن. نیت کنید خردادی های عزیزم. مانع سر راه هست، برج افتاد. مانع سر راه مالیت هست، یعنی مانع برات زیاد افتاده. انگار که یک روز پول داری، یک روز نداری، یک روز عشق داری، یک روز نداری. جام ها نماد عشق هستن، یک روز چوب ها نماد کار هستن. یک روز آرامش داری، یک روز انگار رد و برق خورده تو زندگیت. یه حالتی تو رفتارت هم همینطوریه، حد وسط نداری. یه روز پر از هیجان هستی، یه روز یه گوشه زل میزنی و یه حالتی به زندگیت نگاه میکنی. اینجوری نکن، چون اگه اینجوری پیش بری من میبینم که مانع ها از سر راهت برداشته نمیشه و انرژی هایی که اطرافت هست از توانت دیگه خارج میشه. لطف کن که با صبوری و رفتار درست رو انجام بدی، حتی تو تنهایی خودت. ببین چه چیزی برات مهم هست و با انرژی های مثبتی که داری فرصت ها رو برای خودت تبدیل به موقعیت های خوب کن. یک شخصی ازت حمایت مالی میکنه و من میبینم که تا یک وعده دیگه الا 7 وعده دیگه ممکن هستش که بهت یه آرامشی بده. خیلی توکل میکنی، خیلی شکر میکنی و بابت مشکلی که الان برات پیش اومده طلب کمک از خدا میکنی، به آسمون نگاه میکنی و مطمئن باش که این اتفاقها برات تبدیل به روزهای قشنگ میشه. پروانه، پیله‌ای که تبدیل به پروانه میشه، یعنی سختی که قراره تبدیل به بهار بشه برای تو عزیز دلم. سراغ تیرماهیای عزیز میریم ببینیم که تیرماهیای قشنگ ما چه چیزهایی در انتظارشون هستیم. خب تیرماهیای عزیزم، دلگرمی. آدمی هستی که همه آدما کنارت احساس خوبی دارن، باعث دلگرمی آدم هستی. با هر کی مشورت میکنی یک راه و چاهی بهش نشون میدی. شاید خودت پر از رنج باشی، پر از ناراحتی باشی، اما مثل آب رو آتیش هستی. عنصر آبی عزیزم، میریم برای فال قهوت ببینیم که چه چیزی در انتظارت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بله تیرماهی عزیزم، آرامش افتاده، یعنی آرامش و طوفان با هم برات افتاده. یه ترکیبی از شادی، خوشحالی و ناراحتی. انگار که یه جایی میری یه حالت خوبه، یه چیزی، یه فکری از گذشته یه حالتو بد میکنه. به خودت فرصت بده. برای آدم‌هایی که کنارت قدر بودنت رو میدونن و میتونن پشتت باشن، نه کسایی که تو رو همیشه به گریه میندازن. سعی کن که برای خودت، برای خوابت، برای مریضیت ارزش قائل بشی و از لحاظ مالی یکی دستتو میگیره، یک وامی برات جور میشه و نگرانیت کم 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 رنگ میشه. تیر ماهی عزیزم،
بریم برای کارت ها ببینیم کارت ها برامون چی دارن. عنصر آبی عزیزم، نیت کن. بله، به 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 به، تیر ماهیا چه خبره؟ به به، موفقیت، موقعیتی پر از احساس بهت میرسه، حس میکنی خوشبخت هستی، به سمتش بودو، یعنی یه خوشبختی برات میفته. اون آرامش و طوفانه که بهت گفتم، اجازه بدید اون آرامشه برات بیشتر باشه. خواستگاری افتاده، خواستگار داری و برات میبینم تا 4 وعده دیگه پیغام داری، جام عشق داری، جام عشق داری و اینکه همین آدم فقط میتونه حالتو خوب کنه، همین آدمی که تو این بازه زمانی این ویدیو رو داری میبینی و سر راهت قرار گرفته. خیلی زود یه سری اتفاقها، یه سری آدمها، رفتارها برات روشن میشه. این رابطه برای از رو احساس بنا میشه. یه سری تصمیمات سختی تو این رابطه بهت قرار بگیری، یعنی بهت اجبار میشه، اما باعث قدرت تو میشه، باعث ثبات تو میشه. اطرافیان دوستت دارن، اما مواظب باش. یک خانومی که میتونم بگم گردن کشیده‌ای داره، استخوان اینجا این قسمت بدنش کاملا مشخص هست، بهت حسادت میکنه، ممکن هست که بهت آسیب بزنه و کلمه عزیزم، عشقم، آجی و فلان و اینجور چیزا هم از دهنش نمیفته. خواهر نیست، اما میتونه رفیق یا فامیل باشه. برات موفقیت میبینم. ببین جاده‌ای که سربالایی هست، دشوار هست، اما نهایت برات سبز افتاده. عشقی داری که تو مشت توه، یعنی هیچ کسی نمیتونه اون عشق رو از چنگ تو در بیاره و این عشق برای تو ثابت هست. میتونه رقیب هم باشه، اما برای شما کمرنگ هست، یعنی که رقیب نمیتونه کاری بکنه، هرچی هم تلاش کنه باز چی؟ توپ تو زمین شماست. برای مرداد ماهیای عزیزم، عنصری که اشتیاق داره، شور داره تو رابطه عشقی، تو محیط کار، کلن آدمی فعال هست، آدمی هست که هوش مالی بالایی داره، آتش هست، یعنی مثل آتش که اشتیاق به شعله ور شدن داره، هر کاری رو همینجوری جلو میره. بریم سراغ مرداد ماهیای عزیزم، ببینیم که چی براتون افتاده. مرداد ماهیای عزیزم، ببینید بچه ها، کارت داره تغییر میکنه، شغلت، یک کلید، یک تغییراتی تو مکان یا حالا شغلت هست، تو مجبور شدی یه تصمیم بزرگ برای زندگیت بگیری، باید این کار بکنی که از این حالی که داری در بیای. یک فاصله هست، یک قهر کوتاه مدت هست، اینا موقتیه. با یه آدمی که خیلی برات مهمه، یک بحثی داری، یک دعوایی داری، یک اختلافی داری، ناراحتت کرده، اما اینها باعث میشه تو بزرگ بشی، یک درکی از این چیزهایی که نداشتی پیدا کنی، یعنی در واقع دیدت رو نسبت به زندگی تغییر داده اون آدم. سعی کن تو رابطت بی‌حرمتی نکنی، چون که بی‌حرمتی باعث میشه که این آتش درون تو شعله ورتر بشه و رابطت به هم بریزه. یک پولی ناگهانی دستت میاد و چون که یه پولی رو تو گذشته از دست دادی، یعنی یک پولی به دستت میرسه به خاطر حالا اون از دست دادنی که میگم کمک بوده، یعنی به یه نفری کمک کردی، الان یک پولی ناگهانی به دستت میاد. سعی کن برنامه‌ریزی داشته باشی. فتنه تو اطرافت زیاد هست، چه برای خودت چه برای رابطت. فتنه میندازن، کلا انگار که میخوان، دوست ندارن تو رو خوشحال ببینن، دوست ندارن که تو رابطه خوبی داشته باشی. مواظب باش که حرف و عملت تو زندگی یکی باشه. آدم ها نتونن تو زندگی تاثیر منفی بذارن، اینجوری میتونم بگم. سعی کن تمرین نباشه. بریم سراغ کارت های مرداد ماهی عزیزم، ان شاء الله که خیر نیت کنید. یا خیانت کردی یا خیانت بهت میشه. یک دروغی گفتی،
دروغی گفتی که کسی که کنارت هست یا دروغ میگم یا بهت دروغ گفتن یا دروغ گفتی برای کسی که میدونه، کاملا میدونه که چی رفتارهایی که داری میکنی رو، یعنی آگاه هست بهش در واقع. نور به زندگیت تابیده میشه. کسی که حروف اسمی س یا الف یا پ داره تو زمینه کاری مالی کمک حالت میشه. استرس داری، قند و فشار خونت رو کنترل کن، به فکر خودت باش. از لحاظ سلامتی سردرد خیلی برات میفته، سعی کن که روحت رو آرامش بدی، حالا یا چاکراهات رو پاکسازی کنی. آدم احساسی که کنارت هست هم با توجه به رفتار طلب و طلب هست، یه جورایی حالا اون هم انگار ازت داره یاد میگیره، یعنی یه جورایی روش تأثیر داری. یه نفر قول مالی داده، زمانبر هست، کار شراکتی دیده میشه برات. و اینکه یه نفری که موهاش تا سرشونش هست، یعنی که حالا میتونه آقا باشه یا میتونه خانوم باشه، موهای بلندی داره که میتونم بگم اینجوری هم میشه تفسیر کرد که تو زندگیت موش میدونه، باعث میشه که فتنه بیفته تو زندگیت و روزهای روشنت رو تاریک کنه. برای اینکه آدم موفقی باشی سعی کن که ببینید بچه‌ها، یک پله‌ای که مسیر مستقیمه، سعی کن راه درست رو بری، موفقیت داشته باشی تا بتونی روزهای قشنگ رو ببینی. میریم سراغ ماه شهریورمون، شهریوریای عزیزم. ببینیم که من کارت ها رو همه رو قهوه مالیدم. شهریوریای عزیزم، ببینیم که برای شما چی افتاده. انشاءالله که خیر باشه. شهریور عنصر خاک، تحلیل. آدمی هستی که دوست داری همه چیز برات روشن و شفاف باشه، یعنی چیزی نباشه که مبهم باشه برات. هر چیزی رو دوست داری تحلیل کنی، هر چیزی رو دوست داری موشکافی کنی. گاهی اوقات برات خوب هست، اما گاهی اوقات این تحلیل کردنه خودت رو اذیت میکنه. سعی نکن حالا یه موضوعی رو بخوای همیشه تحلیل کنی. شهریوریه عزیزم، ببینیم که برای شما چی افتاده. شهریوری های عزیزم، معجزه افتاده برای شما. تا یک وعده دیگه از متولد آذر ماه برات خیر میرسه. یک آدمی که دو اسم است، همه چیزتو چک میکنه، انگار که همش زیر ذره بین گذاشتتت، اما بهت نمیتونه برگرده، یعنی تو طالت نیست حتی اگه تو دوستش داشته باشی، چون دیگه اون حسه بینتون نیست، اون حرمت شکسته شده. پول و مال افتاده 100%. پول کمی که داری تو یه جایی سرمایه گذاری کردی و حالا تو پوشاک، تو لوازم خونه، تو طلا یه چیزی خریدی، اون برات سود میده تا چند ماه آینده. برات تپش قلب میبینم. سعی کن حتما دکتر بری. یک رابطه‌ای داری شروع میکنی که پایدار هست، رابطه‌ای که محکمه، رابطه‌ای که کسی نمیتونه رابطه رو خراب کنه. و یه خانومی اطرافت هست، قدش کوتاه هست، یه ذره توپل هست، برات خیر میخواد، باش کلکل نکن، به فکرت هست. من میبینم یه سری تنگناهای عاطفی از گذشته بوده که رو حالت و روحت تاثیرات منفی و سیاه گذاشته. لطف کن این پرونده قدیمت رو ببند تا بتونی روزهای روشن رو تجربه کنی، از روزهای تاریکت بیای بیرون. بریم سراغ کارت های شهریوری های عزیزم، ببینیم که برای شما چه چیزهایی ترات روشن میکنه. خواستگاری افتاده برای افراد مجرد، برای افراد متأهل ارتقای رابطه افتاده، برای مطلقه ها پیشنهاد ازدواج افتاده. ببینیم که انشالله که خیر باشه. با وجود کارت بعدی میتونم بگم که متاسفانه فکر کردم کارت بعدیتون مثبت، اما متاسفانه کارت بعدیتون منفی هست. خواستگاری که ممکنه به هم بخوره، ازدواجی که ممکنه به هم بخوره،
رابطه‌ای که قرار شکل بگیره اما به همش میزنن. اما یه سری آدم ها حالا با ذهنیت نماد شمشیر، نماد ذهنیت هست، با ذهنیتی که دارن تو رابطتون دخالت میکنن، مثل جغد نشستن که ببینن تو چیکار میکنی چیکار نمیکنی، رابطه رو برات سنگ میکنن با حرفایی که میزنن. میتونه خانواده نزدیکت باشه، ذهنت رو شلوغ میکنن و تو تلاش میکنی که اصلا دیگه بیای بیرون، میگی دیگه این رابطه رو نمیخوام، فقط آرامشم برام مهم هست. خبرچینی میکنن، مثل کلا خبر میبرن خبر میارن، شبها مثل خفاش تو رو چک میکنن که آنلاین هستی آنلاین نیستی چیکار داری میکنی. خلاصه که یه جورایی انقدر که به بقیه گزارش دادی از زندگیت، اطلاعات دادی، اونا هم سعی میکنن که یه جورایی تو این رابطه سنگینی بندازن، اما تا 3 وعده دیگه این سنگینی ممکنه کنار بره. سعی کن که به طبیعت بری، یه درختی رو بغل کنی، یه چیزی که چرخ داره هم میخری، حالا ماشین هست هر چیزی هست. این هم افتاده بود.